در خدمت سیامک فراهانی هستیم، سرمربی محترم تیم فوتبال داموش گیلان. آقا سیامک، چی شد که برگشتید به تیم خودتون؟ من اول سلام دارم خدمت شما و همه تماشاگرای خوبمون. واقعیتش اینه که تو این شرایطی که از طرف مدیریت باشگاه بهم پیشنهاد شد، فکر کردم تیم بهم احتیاج داره، تو این شرایط بتونم کمکی انجام بدم. با توجهی که ما زمان زیادی رو از دست دادیم تو این بحران، فکر در حقیقت خواستم ما رو اگه کاری دستم برمیاد برای تیم انجام بدم. حالا ان شاءالله بتونیم که مثمر ثمر باشیم. ممنونم از شما. در این مدتی که بودید شرایط لوجستیکی تیم رو به چه شکلی می‌بینید؟ خب واقعیتش اینه که کمبودایی هست، اما اینکه فکر کنیم فقط تو تیم ما این کمبودا هست، خب این در حقیقت اشتباس. همه جا کمبودایی هست. ما با توجه به اینکه حالا یه 7 8 10 روز شروع کردیم، نمیتونیم بگیم که همه چی باید شرایط ایدئال باشه. شرایط ایدئال نیست. اما مهمترین چیزی که الان مهمه اینه که همه مجموعه این باشگاه دارن تلاش میکنن تا بتونیم یه شرایط خوبی برای باشگاه فراهم کنن. ما هم باید با سختیاش کنار بیاییم و کمک کنیم این شرایط به قول معروف ایجاب بشه. توکل به خدا، ان که همه چی به بهترین شکلش فراهم بشه. ممنونم از شما. آقا سیامک قول دادن که در جلسات بعد تمرین یا بازی‌ها به هر حال در خدمتشون باشیم و بتونیم مفصل‌تر با ایشون صحبت کنیم. ممنونم از شما.